سلام دوستان، امروز با هم دیگه بریم یه تحلیل بلند مدت روی چارت اونس رو داشته باشیم. با هم دیگه ببینیم وضعیت چجوریه و اینکه فقط این یه تحلیل میتونه باشه و در آخر نظر شخصی و اینکه تصمیم خودتون رو باید بگیریم، فقط میتونه یه چراغ راهتون باشه. خب با هم دیگه بریم میبینیم که توی بلند مدت روند اونس کاملا صعودی بوده. ما در این انتها بخوایم با این آخرش کار داشته باشیم که اهداف پیش رو بگیم به چه شکله. اینو من در اول بگم که به نظر بنده اونس همچنان روند صعودیشو داره و اینکه رو به پاییناش میتونه یه اصلاحی باشه در یه روند صعودی. ما اینجا میبینیم که یه تقریبا مثلثی داریم در اینجا که ما این مثلث رو بخوایم رسم کنیم تقریبا به این شکل میشه. حالا مثلا ما این نوک شادو رو بگیریم و اینکه اینجا این شکلی بیشترین تعداد برخورد داریم با اضلاع مثلث و اینکه می‌بینیم که مثلث رو به راحتی به بالا شکونده بدون هیچ اصلاحی. خب تیپی اولمون که اینجا بود و بهمون داده، پاک کنم این چه تیپی اولمون می‌بینین اینجا بود، کاملا بهمون داده. و اینکه تیپی بعدیمون بوده اندازه قاعده مثلث و میبینین که این تیپمون هم حتی بهمون داده و اینکه واکنشش رو ببینین دوستان که به این تیپی چقدر قشنگ با یکم اختلافی واکنششون داده. اینجا میشه تیپ اولمون. و اینکه برای هدف دوم طلا این لگ سودیمون از اینجا شروع شده. یعنی اگه ما اینجا یه خط روندی رو بخوایم بکشیم، حالا خط روند یکم کج و کله، مهم به این برخورده نیست، اصل مطلب رو دقت کنین، میبینی که لگ پشت سرش از اینجا شروع شده تا اینجا. خب میدونی که توی مثلث تیپی اول رو میشه این قسمت، تیپی دوم قاعده یعنی از اینجا تا اینجا، و اینکه تیپی سوممون اندازه این لگ میشه. خب یعنی محدوده 4555 ما میتونیم متصور شیم، حالا با یه اختلاف کوچیک برای اونس جهانی، ولی که اینو در نظر بگیریم که این تیپی در صورتی ما میتونیم بگیم به احتمال بالا محقق میشه که ما یک پولبکی رو به این زل داشته باشیم. یعنی چی دوستان؟ یعنی ما مثلا به اینجا برخورد میکردیم به این تیپیمون که اندازه قاعده بوده و یه پولبکی میزدیم به اینجا و بعد میرفتیم واسه اهداف بالا. الان نمیتونیم بگیم که نمیره، قطعا میره، به اون هدف میرسه، ولی ممکنه که یک اصلاحی بده. نمیگم قطعا تا اونجا، ولی ممکنه که یک اصلاحی رو بده. و اینکه اینم در نظر بگیرید ما اینجا یک ابر جا افتاده داریم و اینکه قیمت به این نقطه برسه هست. یعنی چی؟ یعنی در محدوده اینجا حدوداً میشه 3347، ولی من الان احتمالشو کم میدونم و اینم تایم روزانه است دیگه و در بلند مدت چند ماه آینده ممکنه به این عدد برسه، ولی فعلا گارد به شدت صعودی داره و این هدف 3700 مونم رو به بالا شکونده و داره به صعودش ادامه میده. حالا من اینو پاک میکنم، این دوتا تیپی که ما از تایم روزانه به دست آوردیم اینم پاک میکنم. یه چیز جالب میخوام بهتون نشون بدم. بریم توی تایم ماهانه طلا. خب ما توی تایم ماهانه اگه این نمودار لود شه، یعنی توی تایم ماهانه، حالا این نمودار از اینجا به قبل رو نمیاره، توی تریدینگ ویو اگه ببینی میبینی که از اینجا به قبل هم هست و اینکه اینجا یک
حمایت قوی ما داشتیم که شکسته شده. این البته اینجا، این البته الان همین اینجا میشه سال 2007 و 8 میشه، تقریبا 2007 میشه، قبل 2007. اینجا ما یه مقاومتی داشتیم شکسته، این تایم ماهانه است، توجه کنین دوست. و اینجا ما یه الگوی کاپی رو میتونیم ببینیم اگه دقت کنین و به این شکل. خب که اینجا ببینید که این خط شکسته شده. درسته دوستان؟ من خطا میخوای کج کله است، شما اصل مطلب دقت کنید دیگه. حالا من ازتون معذرت میخوام اگه خورده خطا کج کله است. ببینید تو الگوی کاپ ما 2 تا هدف داریم. هدف اول این ارتفاع اینجاست، خب که بعد شکست میبینین کاملا بهمون داده. یعنی هدف اول این الگو، ببینید دقیقا اندازه ارتفاع اینجا، هدف اول این الگو میشد محدوده 3136. شادو رو میبینین دوستان چه پولبکی زده. من یه لحظه فقط بریم با هم دیگه توی روزانه شما این برخورد رو ببینین که ما با الگوی کاپ در آوردیم چقدر قشنگ یک شکست اینجا داشتیم رو به بالا و یک پولبک رو میبینین دوستان اینجا چقدر قشنگ واکنششون داده به اون هدف. این چرا این شکلی شد؟ آها ماژیک برداشتیم. چقدر قشنگ واکنششون داده به این محدوده. خب اینم ما پاکش کنیم. این نقطه های اضافی هم پاک کنیم. من میخواستم اینجا واکنشش به این محدوده رو بیم. حالا بعد از شکست اینجا، یعنی بعد از این اهدافمون که اینجا محقق شد 3136، ما انتظار داریم به اندازه لگ پشت سرش صعود داشته باشیم. لگ پشت سرش ما از اینجا میگیریم تا این بالا و میذاریم توی محدوده شکست و میبینیم که مجددا به ما همون تقریبا محدوده های بالایی که تو تایم روزانه به دست آوردیم و داد. پس ما میتونیم اینو بگیم که اونس حداقل تا این تارگت 4500 بالا میره حداقل. خب توی کوتاه مدتش، توی بلند مدت یعنی مثلا تا انتهای سال 2026 ما این هدف رو میبینیم. ممکنه پولبک ها یا اینکه اصلاح هایی به سمت مقاومت های شکسته شده داشته باشیم، ولی ما اگه بخوایم از اینجا هم بگیریم میشه محدوده 6400 که این یه محدوده خیلی بلند مدتش میشه دیگه تا اونجا. ولی ما این اهداف رو تو بلند مدت داریم. یعنی چی؟ یعنی در چند سال آینده. من تو بلند مدت بعید میدونم اون دیگه زیر این محدوده هایی که اینجا ما داریم میبینیم که همین ابر کمویی که بهتون اینجا گفتم، من بعید میدونم زیر این محدوده بیاد. یعنی محدوده 3100 3200 بعید میدونم دیگه پایین تر بیاد. و این که این هدف 4550 شو من میتونم بگم که احتمال داره تو 6 ماه آینده محقق شه و بعد اصلاحی رو شروع کنه. الان اصلاحات کوتاه مدت امکان داره اتفاق بیفته، مخصوصا به این هدف 4700. ولی به نظر من تا اینجا ما میتونیم رشد داشته باشیم. حالا دوستان ما بیایم توی تایم فریم روزانه. دوباره من یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم. تو اینجا ما این مثلثی که کشیدیم و خب میتونیم الگوی دایموند هم در نظر بگیریم، خب که به این شکل میشه، همون الگوی الماس. ببینین
یه خورده این کج و کلاست دیگه، مثلا این شکلی حدوداً. و اینکه اینجا هم باز میبینیم یه هدفهایی بهمون میده این الگوی الماس. خب که اولین هدفش مجددا این اهداف رو بریم تو تایم کوتاه پایین تر، مثلا 1 ساعت، ببینیم چقدر قشنگ واکنش نشون داده به این اهداف. ببینیم مثلا این هدف اولش بوده، هدف اول این الگو بوده و اینکه اجازه بدیم 3609 بریم تو 1 ساعته ببینیم به 3609 چه واکنش قشنگی اینجا نشون داده. حالا ما مثلا یه خورده اینو بیاریم بالاتر، اگه بیاد میبینین چه واکنش قشنگ و تمیزی به این نشون داده. خب اگه بخوایم با این نگاه هم به این موضوع نگاه کنیم، دوباره ما همون اهداف بالا رو متصور هستیم برای اونس جهانی. یا مثلا منظر نگاه کنیم تا 4550 رو فعلا ما داریم و بعدش حالا آپدیت میکنیم تحلیلمون رو که ببینیم به این اهداف بالاتری که اینجا عرض کردیم میرسه یا نه. من اگر نشونه بر نزولم ببینم و اصلاح و تشخیص بدم که اصلاح نیست و یک سقوطی رو داریم، مثلا یهو بخوایم بیایم زیر 3100 که اینجا عرض کردم، حتما دوباره این تحلیل رو آپدیت میکنم 3300. ممنونم از اینکه همراه من بودین، امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. ممنون.